بیدار شو. این واقعیت نداره. تو اسیر شدی توی یک دنیایی که کنترلش دست خودت نیست و توی یک چرخه تکراری گیرت انداخته. وقتشه یه تکونی به خودت بدی. قبل از هر کاری پاشو اتاقتو مرتب کن. آره، درست شنیدی. اتاقتو مرتب کن. فضایی که توش زندگی میکنی بازتابی از خودته. اگه به هم ریخته باشه یعنی تو یه آدم تنبل و بی‌عرضه‌ای که همه کاراشو نصف نیمه ول میکنه. پس به نظرم بهتره که اینطور نباشه. وقتی این کار رو انجام بدی، این احساس که کنترل همه چیز دست توی میاد سراغت و باعث میشه انرژیت برای انجام دادن بقیه کارهای روز حفظ شه. حالا از چیزایی که میتونی کنترلشون کنی شروع کن. مثلا از خونه برو بیرون. میتونی بری باشگاه، ورزش کنی، بری پیاده روی یا با دوستات وقت بگذرونی. مسئله بعدی که باید کنترلشون کنی اعتیاد هست. تو به اینترنت، به دیدن پورن خودارضایی، به ساعت‌ها گشتن تو اکسپلور یا حتی گیم اعتیاد داری. هر لحظه‌ای که خرج این عادت‌ها می‌کنی، همون قد از آینده از دست میدی. به جای فرار سمت همچین چیزایی، وقتتو صرف یادگیری یه مهارت کن. روی سلامتی بدنت کار کن یا حداقل روی اهدافی که واقعاً مهمن تمرکز کن. دیدن نور خورشید فرقی نمی‌کنه زمستون باشه یا تابستون، تو باید نور خورشید رو بگیری، چون این کار روند کل روزتو تغییر میده. روحیه‌تو تقویت میکنه، ساعت داخلی بدنتو تنظیم میکنه و در نهایت ویتامین دی مورد نیازتو بهت میده. این کارایی که بهت گفتم و به روتین زندگیت اضافه کن. بهت قول میدم تو همون هفته اول متوجه تغییرات میشی، چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی. کانالمو داشته باش چون قراره با هم تبدیل بشیم به بهترین ورژنمون.